سلام، عرض ادب و احترام. آقا بالاخره ما اومدیم شراب ساکی رو بهتون آموزش بدیم. انقدر که گفتید درخواست خیلی زیاد بود، تصمیم گرفتم که آموزش رو براتون بذارم. شراب برنج رو داریم امروز، شراب ساکی و نحوه تهیه اونو قدم به قدم میتونید ببینید تو این ویدیو. اینجا من برنج رو اضافه کردم توی ظرفی که کاملا ضد عفونی شده بود. بعدش برنج دودی قاطیش کردم، خواستم که یه مقدار عطر و طعم بهتری بگیره. حالا در ادامه من روی ویدیو توضیح میدم بهتون که چه مراحلی رو طی کردم و برای چه کارهایی انجام دادم. خب مرحله بعدی مرحله شستشوی برنج. اینجا من برنج رو چند سری آب کشی کردم به خاطر اینکه هم مقداری از آلودگیاش کم بشه، همین که باعث میشه که اون نشاسته ای که برنج داره و باعث کدری شرابمون میشه تا حد خیلی زیادی همین ابتدای کار از بین بره. حالا رقیق شدهش رو میبینید، چند سری که آب برنج رو خالی کردم خیلی رقیق تر شد آبش. خب ببینید دوستان، نسبتا رقیق شد آبی که برای برنجمون بود. یه نکته من می‌خواستم بهتون بگم که برنج رو باید 10 دقیقه بجوشونید. بعد اینکه ظرف و ظروفی که توی خونه استفاده میشه معمولا هر چقدر هم بشورید باز وقتی آب به جوش میاد ممکنه چربی‌ها رو بکشه بیرون از توی ظرف. به خاطر همین توصیه من اینه که 10 دقیقه آب بجوشونید، خالی کنید آبو، دوباره آب برنج رو اضافه کنید و دیگه خود برنج رو اضافه کنید، بذارید 10 دقیقه بجوشه. خب اینجا آبمون دیگه داره به دمای جوش میرسه. روی سطح برنجمون مقداری کف جمع شده بود که من این کفا رو جدا کردم با قاشق. به نظر من شما هم این کار رو بکنید، دلیل خاصی نداره که بخوام توضیح بدم. احساسم این بود که این کار رو بکنم بهتره. دوستان یه نکته خیلی مهم که باید حتما بهتون بگم اینه که نسبت برنج با آبی که استفاده میکنید باید 1/5 باشه. یعنی اگر 1 پیمانه برنج استفاده میکنید 5 لیوان آب باید اضافه کنید. خودم توی این آموزشم مقداری کم آب ریختم به خاطر اینکه ظرفم بیشتر از این گنجایش نداشت. بعدش مجبور شدم که دوباره آب بجوشونم، بذارم دماش ولرم بشه، اضافه کنم به ظرف شرابم. اینجا هم که نبات یز داشتیم تو خونمون، نبات یز رو اضافه کردیم. حالا شما میتونید همون نبات معمولی، بهتره که نبات سفید تهیه کنید. من خودم اصلا پیشنهاد نمی کنم نبات زرد رو، تا حالا هم استفاده نکرده بودیم. نبات یز نمیدونم، خدا کنه چیزی قاطیش نباشه غیر از خود شکر.
خلاصه اینا اضافه کردیم و هم زدم تا حل بشه. بعدش دیگه خاموش کردم تا خنک بشه که انتقالش بدم به دبه شرابه. خب اینجا آب برنجمون که مقداری شیرین شده بود نسبتا خنک‌تر شده و حدود 30 درجه شده. بهترین دمو برای فعال کردن مخمره، برای همین من سریع این کار انجام دادم و مخمرمون رو فعال کردم. مایمون که خنک‌تر شد به مایمون اضافه کردم، در ادامه میبینید. دوستان عزیز من عذرخواهی باید بکنم به خاطر اینکه به شدت مریض شدم و صدام در نمیاد. این ویدیو هم به عشق شما ضبط کردم. همونطور که میبینید دوستان اینجا برنج من انتقال دادم به دبه، مخمرم رو اضافه کردم، حدود 2 دقیقه همش زدم مواد و بعد انتقالش دادم به یه محیط تاریک، قفل هوا گذاشتم، در با آب بندی کردم و اینکه باید بذارید حدوداً 10 روز بمونه. توی این 10 روز باید تقریبا هر روز شما هم بزنید موادتون رو. بعد اینکه باید حتما دمای جایی که دارید شراب رو میندازید حدودا بین 20 تا 32 درجه باشه دوستان. کمتر باشه دیرتر عملیات تخمیرتون انجام میشه و ممکنه حتی 7-8 روز تا 10 روز طول بکشه فقط تخمیرتون اینقدر پروسش طولانی بشه. بعد از اونم که بعد 10 روز بعد از صافی رد کنید مثل همه شرابا. مایتون دوباره انتقال بدید به دبه، بذارید حدود 20 روز بمونه تا شرابتون استراحت کنه. اینجا دوستان مخمر رو ببینید فعال شده. بعد از اینکه فعال شد باید به سرعت اضافه کنیم به مایمون. مخمر زیاد بمونه ترش میشه دوستان. اگه مخمر فعال بشه چند دقیقه بگذره و شما استفاده نکنید از این مخمر، بلافاصله مخمرتون ترش میشه و طعم شرابتون هم که 100% تاثیر میذاره و ممکنه شرابتون هم حتی ترش کنه. یه موضوعی که دوست داشتم توی این ویدیو بگم به عزیزان، دوستایی که اعتراض میکنید و حالا شاید هم انتقاد اسمشو بذارم بهتر باشه، دوستان گلم من که گوینده خبر و گوینده یا مجری نیستم. من حالا اومدم یه ویدیو ضبط کنم شما ببینید بتونید استفاده کنید. یه سری از دوستان میان میگن که آقا تو چرا نمیدونم حرف زدن عادی تو بلد نیستی فلان. خب دوستان من که ادعایی ندارم تو این رابطه که بخوام چیز باشه، فقط دارم این کار رو انجام میدم که هم شما استفاده کنید هم پیجمو به درآمد برسونم. که دوستان خدا وکیلی عزت عباسی واقعا دوستان اینا خب خرج داره، این کلیپ ها به شدت باید روش وقت گذاشته بشه، هزینه بشه، اینا منت نیست دوستان. خودم دوستتون دارم، خودم دوست دارم این کار انجام بدم، ولی خواهش میکنم ازتون هوای منو داشته باشید، پیج سابسکرایب کنید، حمایت هم کنید، مطمئن باشید که ویدیو بهتری براتون میذارم. دوستتون دارم، تا ویدیو بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه.